سلام رفقای عزیز تاپ حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه ویدیو و معرفی گربه نژاد دوون رکس. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید و لطفا کانال منو سابسکرایب و ویدیوهای منو لایک کنید. دوون رکس عجیب و غریب محصول یه جهش ژنتیکی طبیعیه و مثل بقیه گربه‌های خانگی از نژاد خاصی گرفته نشده. تنها دخالت انسان در پرورش این نژاد مدیریت تولید مثل این گربه بوده تا این جهش ژنتیکی خاص رو زنده نگه داره. اولین گربه دوون ریس که اسمش کرلی بود در سال 1959 میلادی به دنیا اومد که از والدینی که گربه ولگرد بودن به وجود اومده. کرلی از نظر جسمی و ژنتیکی شباهت عجیبی به کورنیش رکس داشت. به همین دلیل اسم نژاد کرلی رو دوون رکس گذاشتن که دوون همون شهریه که کرلی در اون زندگی میکرد. گربه دوون رکس ظاهر منحصر به فرد داره که معمولا یادآور جن و پریه. گردن بلند و لاغر، گونه‌های استخونی و برجسته و گوش‌های بسیار بزرگش ظاهر عجیبی براش ساخته. پوشش بدن دوون رکس از موهای موجدار تشکیل شده. در جاهایی مثل پشت دم، پاها و پهلوها موهای اون ضخیم‌ترند. در برخی از این گربه‌ها موهاشون حالت نرم و رهاتری دارن و در برخی دیگه‌شون نازکتر و جیرمانندن و در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف هم دیده میشن. دوون رکس گربه خیلی دوست داشتنیه و به اندازه سگ‌ها وفادارن. این گربه بسیار کنجکاوند و به هر چیزی که دور و برشون اتفاق میفته حساس و علاقه‌مندن و خیلی دوست دارن که با صاحبشون بازی کنن. دوون رکس ها در اصل یه گربه سرگرم کننده و دوست داشتنی هن که تا آخر عمر خودشون مثل یه بچه گربه رفتار میکنن و رفتارهای شیطنت آمیز و علاقه زیاد اونا به انسان ها باعث شده که به همراهانی عالی تبدیل بشن. گربه دوون رکس خیلی فعالن و بازی کردن و یاد گرفتن ترفندهای جدید رو خیلی دوست دارن. همچنین به اسباب بازی‌های پازلی که مغز متکبر اونا رو تحریک و سرگرم کنه علاقه زیادی پیدا میکنن. اگه میخواید یه گربه دوون رکس رو به سرپرستی قبول کنید، آماده باشید که فضای شخصی خودتون رو از دست بدید، چون که اونا دوست دارن همیشه کنارتون باشن و روی شونه‌های شما سوارشن یا روی تختتون بخوابن. طول عمر دوون رکس ها معمولا بین 9 تا 15 ساله و وزن تقریبی اونا بین 2 کیلو و 250 گرم تا 4.5 کیلوگرم میرسه و اصالت انگلیسی دارن. این گربه جذاب بسیار با محبت و یه حیوان خونگی عالیه و با بچه ها و گربه های دیگه هم به خوبی کنار میاد و از اونجایی که تمایل زیادی به انجام بازی و جلب توجه کردن دارند، همراهان بسیار خوبی برای بچه ها محسوب میشن. این گربه برای کسانی که کارشون جوریه که زیاد از خونه دورن اصلا مناسب نیست، چون که به خاطر زیادی اجتماعی بودنشون تحمل تنهایی رو ندارن. دوون رکس ها عاشق خوردن هستن و هرگز متوجه نمیشن چه زمانی سیر میشن یا اینکه چه چیزی رو نباید بخورن و هر غذایی که جلوشون باشه رو میخورن. پس حتما مراقب باشید که شکلات اطرافشون نباشه، چون شکلات برای گربه ها مثل سمه. این رو هم بگم که این گربه ریزش موی نسبتا کمی داره. به طور کلی این گربه نژاد سالمیه، اما مشکلاتی مثل دیپلازی مفصل ران، بیماری های عضلانی و بیماری های قلبی گریبانگیر این گربه است. میخوام برخی ویژگی این گربه را از 1 تا 5 نمره بدم. مثلا عکس‌العملش در برابر آشنایان نمره 5 رو میگیره. ریزش موش نمره 1، پتانسیل بازیگوشیش نمره 4، ایجاد سر و صداش نمره 3، مقاومت در برابر بیماری‌ها نمره 2، رفتار دوستانه با بچه‌ها نمره 5، رفتار دوستانه با غریبه‌ها نمره 5، آرامشش هنگام اصلاح و رسیدگی نمره 5، هوش و ذکاوتش نمره 4، رفتار دوستانش با سایر حیوانات خونگی هم نمره 4 رو میگیره و در کل از 5 نمره خوب 4.7 رو میگیره. توی کامنت ها بهم بگید کدوم نژاد گربه رو بیشتر دوست دارید و ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و ویدیوهای منو لایک کنید. تا یه ویدیو و یه تاپ پت دیگه، خدا نگهدار رفقای عزیزم.